بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام. سامان کوهی هم در خدمتتون با قسمت اولی سری سوروایولمون. اسمش هم گذاشتم اسوان، زورم زیاده. البته خیلی قسمت اول نیست. من یه قسمت ضبط کردم، روستا پیدا کردم، یه خونه خوشگل جیگر ماه هلو اصلا ساختم. خودم خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. با دیگه قطب نما پیدا کردم، لودستون، اصلا سید خدا، سید ناموسی، اصلا بی‌نظیر. ولی دیگه صدا رو اینا رو درست کردم. صدا و تصویر هماهنگ نبود دیگه، گفتم قسمت اول. ولی یکم کیفیتش پایین صدا متاسفانه. سیم هم هست ایناش. تازه این کلش هم اینجاست. مگه میشه اصلا بدون سیم نمیشه ویدیو گرفت؟ این همون جیگریه که پوزشو میدادم و خدا یه انباری کوچولو هم دارم. تا خجالت بکش خرس گنده. هم یه انباری کوچولو موچولو خونه ای در دل کوه. اون تاخچه میگن چی میگن همونه. و این پله های کوچولو، خلاصه که ته سلیقه و خلاقیت رو سعی کردم بذار. رفتم روی این پروژه پلیتا ترسیدم. یعنی خدا نصیب روباه قطبی نکنه با گریه بیابونشون قرم. انقدر ویدیوهای کیروی پاستایی دیدم از این کیو نویز میاد، صدا باز شدن در اصلا میترسم، کلا میترسم. و حالا دیوارایی که یه خورده سعی کردم با عدم تقارن و این شروورا خوشگلشون کنم. تقارن یاد یه چیزی افتادم. یه عکس داره آلپاچینو، حالا میارم رو صفحه. یه ور صورتشو دست بذارین، یه ور انگار داره لبخند میزنه، اون وری غمگینه. دوتا فرنیس اون ور. البته باید چیزم بذار. آره اسموکر رو. حالا چیز میز گیرمون اومد بلاس فرنیس. همه وسایلم تو چستاه. این چست مهماته. آره بالاخره باکت از مهماته. حاجی چقدر بهتره. تو صندوق دیدین یه کلنگ طلایی بود، این فورچن 3 داره. تو پورتال خراب شده پیدا کردم اینو. دیگه چیز بود، زین طلایی، بخشید آرمور طلایی بود، زین، اصلا همه چی بی‌نظیر. حالا ریحانشه برم بقیه چستارم نشونتون بدم و انباریو. انباریه رو خیلی خوشم میاد. و چستا یادم نیست برای چی بود هر کدوم. این برای اینا بود. تو باندل گذاشتم جام. این برای بلاکای خاکی و سنگی و اینا بوده. این برای چک و چوب و اینا. چند تا استیک برداریم، ضرر که نداره. اینجوری گفتم چند تا. این گیاه، گل و گیاه و اینا. این چیزایی با ارزش ساخته شده از اونا، مثل این کالدرونه برای فارم لاوا و بهتره بگیم سوخت بی نهایت لازمه. اینم غذاها. من این سیبه رو همین الان بخورم دیگه. اسکینم هم انشالله لود شد. اسکینم لود نشد. حالا انشالله قسمت بعد اسکینم هم میبینیم. سیم میقلم بخور. اینجا همون جاییست که جادو اتفاق نمیافتد. نوب بودن من خودشو نشون میده. یعنی صبر کن. من الان باید بفهمم اینو نمیشه خورد. خب به چه دردی میخوره وقتی نمیشه خوردش؟ لیس زیاد، خیلی لیس. یعنی چی؟ خدا لعنتتون کنه. خدا لعنتتون کنه که اینقدر بی‌شرفید. من نمیندازمش دور فعلا. برو بالا. گوشت و نون. خلاصه که ما هرچی وسیله مهم بود، اهم از اون کلنگ فورچندار و باکت و کامپس، همه چی رو برداشتیم بریم گشت و گذار. بریم آهن پیدا کنیم. فقط یه کفش آهنی من داشتم از دار دنیا. البته درسته سپر، 2 تا سطل در نظر بگیرین که همه اینا رو بردم. حالا میفهمین چرا اینقدر مهمه. اینجام تازه بخوام برم ندر لاوا پوله. نه شدم لاوا بی پوله. چندش. پس این وری غلط کردم. پیلیجر حاجی. پیلیجر نه. خوشبختانه عملیات فرار از دست این پیلیجر با موفقیت انجام شد و من رفتم سراغ گشت و گذار. بریم بگردیم دنبال غار و اینا که بتونیم اول از همه یه مش آهن و مهمتر از اون شاید دایمند پیدا کنیم. وای چقدر خوبه که
قطب نما دارم. الان که دارم این ویدیو رو ادیت میکنم یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این روزگار نازنین. تخت نیاوردم ریسپانست کن. برو بابا من قویم. داره شب میشه و من تخت همرام نیست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما پولدار. حاجی با کنترل چجوری میدوین؟ نمیشه. گلگیجه گرفتم ناموسن. مرغ. متاسفانه به شب خوردیم ولی من چیزو برده بودم بالا، برایتنس رو تا ناموس برده بودم بالا و قشنگ شرم کپتاب بودم. ها؟ او بایام جانگل. من به همون چیزی که شما فکر میکنین نه، یعنی شما به همون چیزی که من فکر میکنین فکر میکنم مرگ. توتی. بعد از زیارت جناب توتی دیگه رفتیم سراغ فایت با 2 اسکلت. خدایی مبارزه جونداری بود، از خودم لذت بردم. هر چقدر پی وی پی بدوارز و اینا مالیده، لاقل با مابا میتونم در بیفتم. البته پایانش بی ناموس در قک. آها مالیدی بدبخت. بخواب با شمشیر آهنی میزنم تو سرت. 2 شدن. تو بمیر. قایم شدی. چجوری زد؟ حاجی نمیرم. زشته. مرد؟ نه مرد. بی شرف. آها این از این. رفته کجا؟ نگاه. حاجی شرفم رفت. صدام رفت دیگه. یه جوری مردم علاوه بر اینا عقلمم رفت. قشنگ مشخصه. وای بدبخت شدم. بی شرف شد. وای چقدر خوبه با کنترل، ولی پشیمون شدم آجی. از 2 دبلیو زدن بهتره، ولی خب خود کنترلش سخته. و جدی فکر کنم کدو نشونه ویلیج باشه. دارم ایمان میارم دور تا دور این روستا کدوه. کدو زارم هبو سنگ مزارم هبو روزی که کدو نداشتم چه روزگاری داشتم. قشنگ معلوم اصلا رد داده بودم اون موقع. خیلی اوزان وخیم بود. قطب نما، کلنگ آهنی، شمشیر آهنی، سپر، 2 سطل، یه ست کامل آهنی رو من کرده بودم. ابزار همش اونجا به فنا رفته بود. کفش آهنی و همه اینا در حالی از ابهام. بعد من اسکل اینجوری دارم از اونجایی که وسایلمو پیدا نکردم و به احتمال زیاد بعد این همه وقت دیگه کلا دی اسپان شده بودن، تصمیم منطقی گرفتم. شدت هنگم الان. خودم نه سیستمم بابا. چون اینجا خیلی شلوغ بلوغه. مردی. دیدم نمیشه اینجوری و وسایل من پرید. گفتم از نو شروع کنم. بالاخره یه خونه ای داریم، تو صندوقش یه سری وسایل هست و خیلی این قسمت تا اینجا خیلی پربار بود. 2 بار مردیم، کلی وسیله خوبمون رفت، اما ادامه جذابه. نه داداش فشار چیه خدا؟ من دیگه خودمو میکشم، چاقو تیز میارم فرو میکنم به دوشگم خودیم. یادتونه گفتم 2 لودستون و 2 قطب نما پیدا کردم. خب طبیعتا یکی از قطب نما رو که بردم برای اینکه
راه خونه‌مو بلد باشم. یه لودستون قسمم بردم، گفتم شاید یه جایی خاص خفن پیدا کنم و اونا رو بذارم اونجا که خونم به چخ رفت و 1 ساعت من الان دارم دنبال اونا میگردم. اینی که شما میبینین همونه. بعدیش میدونین چیه؟ درد سرای من یکی دوتا که نیست. این افسه تو همه این مختصات من. متاسفانه اینجا بازم نوب بودن من خودشو به نمایش گذاشت و با آزمون خطا بالاخره اون گزینه رو پیدا کردم و درست کردم. این حالا نشونتون میدم. آخیش آقا ما با تنظیمات ور رفتیم، این درست شد. نفهمیدم هم چه غلطی کرد. و بذار ما یه اسکرین شات بگیریم از وسط خونمون. نه البته بذار بنویسم اسکرین شات من معمولا حذف میکنم. اون 4 تا دونه بیل کلنگی که برامون مونده بود و برداشتیم، حتی تورچ هم نداشتم دیگه و رفتیم که بریم از صفر، واقعا دیگه از اول شروع کنم. انگار از صفر باید شروع کنم، فقط خونه دارم. وای چقدر خوبه. یه غار جمع و جور ولی خیلی با برکت. نزدیک خونمون دیدیم رفتیم سراغش. اصلا برکت از این غاره میاد. غار اینجا بود بعد من این همه رفتم اون طرفا و گربه توشه. ام. آم. آم. البته نه غاره خیلی چیزی توش نه. حاجی خونم از اینجا هم خوشگل. اون بالا سرش هم مزرعه دارم اینا خیلی خوب نیست به نظرم، با یه فکری براش بکنم، ولی خیلی دوستش دارم خدا وکیلی. ببین در عین بی‌تقارنی و بی‌نظمی یه نظم و تقارن خاصی داره. آره دیگه نمیدونم چجوری توجیهش کنم. من یکی دید جیغشم اومد کشتن قلب بیپرس نبودم و این چه سرم هم تو بیزنس چی بهت نبودم. و اونجا هم زغال هم غاره خوبه، میتونیم تورچ هم داشته باشیم. چوبم نیاوردم. باریکلا نه، باریکلا نه، باریکلا نه. احسنت. ماینکرافت پلیر حرفه‌ای وقتی به خاطر پول میای کانتنت ماینکرافت تولید کنی. ای خدا سگ تو این صاف رفتیم تو غاره. هیچ جک و جونوری نیاد خفتمون کنه. بده من آخی. آها برا من الان این زغاله از دایمن با ارزش داره برا من. مثلا من هیچ وقت نفهمیدم چرا میگن لنگ کفش در بیابان نعمت است. بابا تو بیابون آدم آب میخواد، تشنشه، داره سقط میشه از تشنگی، بعد لنگ کفش به چه درد من؟ ای بازم زغال به چه درد من میخوره؟ حقیقت مسئله به غار قحطیش اومده بود و من همجور گشتم، چوب کندم، یه سری چیزای کوچیک که میخواستم هم که رفت کردم تا اینکه اصلی ترین دشمن هر بازیکن ماینکرافت یوهو اومد توم به معنای واقعی کلمه. پدر سگ من بازم تخت نیاوردم. طول سگ دارم غذا میخورم نمیفهمی وسط بیبی زامبی. بله همانطور که دیدید برای 3مین بار مردیم. پروپلی راستی شب شدیم، لامپ هم روشن کردم. من هی وسط ادیت رفتم این ور اون ور، تا بیرونم می‌خواستم این ویدیو بگیرم بذارم این وسط بگم هی من وسط کار اومدم بیرون.
سبک بازی ها به ما نیومد ظاهرا، شاید بعداً بیاد، من اصلا نمیدونم. متاسفانه قسمت اول خیلی جذاب پیش نرفت و منم دوست دارم ویدیوهای گیمینگ به خصوص حدوداً یه ربع باشه. یه علتی دارم تو ذهنم بیانش نمیکنم، اما نظرم زمان مناسبیه. قسمت بعد خیلی باحاله چون تقریبا 2 ساعت ضبط کردم و حالا یه ربع میذارمش و اصلا اسم سری اولش گفتم اسوان، دیگه نرفتم تغییر بدم، گفتم الان میگم انقدر مردم مثلا یادم نبود، فکر کردم 2 بار مردم، الان تو ادیت فهمیدم 3 بار بوده که دیگه اسمشو میخوام بذارم مرگ کرفت. یعنی این ویدیو رو میتونید و قسمت‌های بعدیشو میتونید تو پلیلیست مرگ کرفت ببینید. اگه دوست داشتین لایک و این شیر و معرفی به بقیه، کامنت و این چیزا و انتقاد رو با آغوش باز میپذیرم. خیلی ممنون میشم، انتقاد همیشه باعث رشد میشه دیگه. همین دیگه، معرفی و اینا. دمتون گرم، مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. یا علی، خدا نگهدار.